امروزها واسطه‌های اخبار عامه میگویند که مسلمانان بنیادگرایند و این اصطلاح چه معنا دارد؟ بنیادگرایی طبق مقررات بنیادگر نفری است که اساس بنیاد کدام ساحه معینی را تحقیق میکند. مثلا اگر نفری خواهد که عالم خوب شود، پس او را میباید که اساس بنیاد جاده علمی خودش را تحقیق کند، داند و اجرا نماید. اگر که او اساس بنیاد جاده علمی اش را نداند، پس از او عالم خوب نمیبراید. اگر نفری خواهد که ریاضیدان خوب شود، پس او را میباید که اساس بنیاد علم ریاضی را اجرا نماید. اگر که او بنیادگرای ساحه ریاضیدانی نشود، پس او ریاضیدان خوب شده نمیتواند. ما نباید که موی همه بنیادگران را زیر یک شانه قیچی کنیم. آنها را یا خوب گویید یا اینکه بد گویید. باید بنگرید که در کدام ساحه او بنیادگرایی میکند و تنها بعد این به آنها تخلص گذاری کنید. مثال می‌آوریم بنیادگرای دزد را که از حساب دزدی خود روزش را می‌گذراند. طبیعی است که او به جامعه زیان می‌آورد. از طرف دیگر بنیادگرای طبیب را مثال می‌آوریم که هزارها جان آدمان را نجات می‌دهد. او به جمعیت نفع می‌آورد. نباید که موی همه بنیادگرایان زیر یک شانه قیچی کرده شوند. اولا باید معین کنیم که او کدام اساسهای بنیادگرایی را اجرا می‌کند پیش از آن که او را خوب یا بد گوییم. اگر مرا بگویید من بنیادگرای اسلامی هستم و من میفخرم از آن که بنیادگرای مسلمان هستم، زیرا من اساس بنیاد ساحه اسلام را میدانم و اجرا میکنم و من خوب میدانم که اسلام اقلا یک اساس بنیادی ندارد که بر ضرر جامعه جهانی باشد. شاید که برای بعضی نامسلمانان چنان نماید که اساسهای معینی بنیادگرایی اسلام گویا که بر ضرر انسانیت نشان گرفته باشد، ولی همین که به این اساسها شرح منطقی پیشکش کنیم که مطابق آمارهای جهانی تصدیق شده باشد، پس شما حتی یک آدمی را پیدا کرده نمیتوانید که کدام یک اساس بنیادگرایی اسلام را غرضانه ضد انسانی بگوید. از این رو من میفخرم که بنیادگرای مسلمان هستم. اگر ما به تفسیر لغوی نظر اندازیم، پس در میابیم که اولین بار کلمه بنیادگرا در اول عصر 20 در امریکا برای توصیف گروه نصرانیان اعتراضگر استفاده شده است. قبلا در کلیسای نصرانیان تنها بیبلی پیام از جانب خدا به حساب می رفت. در اول عصر 20 اعتراضگرایان در امریکا به اعتراض برآمدند که نه تنها بیبلی بلکه هر یک کلمه و هر یک حرف بیبلی پیام الهی به حساب می رود. اگر کسی اثبات کرده تواند که بیبلی پیام الهی است، پس همه این آدمان به مقصد خیر حرکت می کنند. ولی اگر کسی اثبات کرده تواند که بیبلی کلام الهی نیست، پس این حرکت در گمراهی قرار دارد. در تفسیر لغوی اکسفوردی اصطلاح بنیادگرا چنین مفهوم دارد: بنیادگرا این کسی است که اساسهای قدیمی هر یک دین را قطعیاً پیروی می کند. ولی در تفسیر لغوی زمانوی اکسفوردی کمی اصلاحات را می توان پی برد. بنیادگرا این کسی است که اساسهای قدیمی هر یک دین را قطعیاً پیروی می کند، علل خصوص اسلام را. در آخر آن علاوه کردند عباره علل خصوص اسلام را، یعنی هر یک فکر عاید بنیادگرایی در حال علاقمندی آن را با مسلمانان میفهماند. تروریست و اکستریمیست است.